شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. لا شك معلوم مقرر معلوم که امت هایی که تو ماه گذشته های و های چه عمرشون بسیار بود و عمرهای بسیار میدیدند. مثلا نوح علیه السلام دعوت دادن 950 سال مثلا زندگی کرد، یعنی عمرهای بسیار میدیدن و عمرهای بسیار که میبینند با موافق من عملهای بسیار میکردن، عملهای بسیاری که میکردن اجرهای بسیار میکردن. فهمید؟ لیکن این امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم عمرش چی شد؟ یعنی اینقدر مثل عمر ویها بری نه. هم به رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که عمر امت من یعنی بین چی 60 و بین 70 از 60 تا 70 سال عمر میبیند. یعنی کم در کم آدمی که از 70 سال زاید عمر میبیند. زایدتر امت یعنی چی غالبش هم مابین 60 70 چی میمورد یعنی یعنی اذن عمر چی بوده است؟ یعنی کم عمر چی میشه؟ یعنی کم. علمین از این جانب از دیگه جانب الله تعالی رحمت و نعمتش فیضش این امت به چی دریغ نداشتنه. از دیگه جهت داد عملهای داد که و عملها کم لیکن اجر و پاداش این امت زاید میشد. یعنی انا از این جهت 2/3 یعنی صف اهل جنت چند صفن روز قیامت انده؟ 120 صفن. 80 صفه منها اهل اسلام هست. 2/3 هاشون. فهمدید؟ یعنی رسول صلی الله علیه و سلم که 3/1 جنت شدن به راضیت الله اکبر و تکبیر گفتن. نصف جنت به الله اکبر گفتن. و حدیث ابو سعید گفت که شما بلکه 2/3 جنت میشید، اهل جنت میشید. یعنی فهمدید؟ انمین از جهت یعنی عملهای میکنند، یعنی الله سبحانه و تعالی یعنی روزهای وقتهای مکانهای داد که اومد به عمل میکنند و عملهاشون چی؟ یعنی بی عدد زاید میشد. یعنی بی عدد چی میشد؟ یعنی زاید میشد. کل عمل ابن آدم یضاعف والحسنة بعشر امثالها الى 700 الى اضعاف یعنی هر یک حسنه 10 اجر داده میشن. تو 700 یک اجر یک عمل میکنی 700 ثواب مینویسد الله تعالی. بلکه هست که عمل های هست که از 700 هم زاید اضعاف زاید میشد که عدد ندارد. یعنی انا بسیاری که از اینها صوم رمضان روزه کل عمل ابن آدم له الا الصوم فانه لی و انا اجزی به. فإن الصوم وجاء فإذا كان يوم صوم أحدكم فإن سابه أحد أو شتمه فليقول اللهم إني صائم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فهمتید؟ یعنی هر یک عمل انسان خودش به الا روزه میگوید الله تعالی برای من و من اجر پاداشی نمیدیم، اجر پاداش روزه من میدیم. یعنی روزه برای من یعنی چه؟ اهل علم دو تفسیر دارن این.
یکم تفسیر یعنی معناش همه عمل ها یعنی انسان ریا کرده میتوند. یعنی حاضر تو میری مسجد یعنی اعوذ بالله انسان میرد نیتش ریا نماز خونده خودش نشون دادن نماز میخوند مردم او وای نماز میخوند نشون میده ها صدقه نشون میده عمره حج لیکن روزه چی نمیاد. ممکن آدم روزه خور من هم قطار شما روزه دار میگه تا کجا میفهمی فهمیدید ما نمیدونیم کی روزه دار کی روزه خور ما تو فرق میکنیم نماز خونن نماز طوری که نماز کی صدقه میتید کی نمیتید کی حج میکرد کی عمره میدونیم که چیزایی لیکن روزه نمیدونیم. وای مثلا ما روزه دارم میگه لیکن حقیقتا ممکن روزه عبادت کردم فهمیدید. برای همین روزه فقط روزه میداشته که آدم برای الله میداره دیگه یعنی چی نیست یعنی یک نام ریا نیست اینجا دیدید یک معناش. دوی معناش یعنی از بزرگی روزه روز قیامت انده مفلسای که آدمی که اینا غیبت کرد اینا زاد اینا کوفت اینا ظلم کرد چی میکند الله تعالی از اجرهاش میگیرد یعنی نمازش و صدقش الا روزه به نمیرسند الا روزه به چی نمیرسند یعنی روزه میموند یعنی فهمیدید فهمیدید علمی مثلا چه روزه مثلا صوم بزرگیش به دلالت میکند انا حاضر مثلا چه ما چندیم یعنی همین یک چند دقیقه همون چه بیان ماه رمضان در اومده استفاده کنیم به انسان یعنی چه به نیت خالص با جدی اجتهاد نام جدی اجتهاد یعنی هم به یعنی معروف که نام معروف که هر یک کس وای یعنی کافرای مسلمانای زنای مردای خردای کلانای هر یک کس چی به یک لذت و سعادت بیان حتی مثلا چی به همه مثلا چی به سعادت میطلبد خوشبختی بحث میکند نه خوشبختی سعادت میخواهد هر کس چی میخواهد یعنی خوشبختی میخواهد هم خیلی یعنی هر کس لیکن هم میخواهد لیکن طریقه یعنی هدف نه مقصد معروف لیکن وسیله راهی بخت طلب کردن آدم ها چه تفریق میشن اینجا هم اگر خواهی که بخت سعادت طلب کنی سعادت به سزاوار شوی پس که به گوش کن همون که بخت خلق کرد از همین طلب کی طلب خلق کرد سعادت الله سبحانه و تعالی. علمین به وقتی که کتاب رب العالمین میبینی همین نام بخت و سعادت سه چیزنده میشد است. چند چیزنده؟ سه چیزنده میشد. سه چیز همین بخت و سعادت اگر نام صاحب بشم گوی سزاوار میشم گوی سه چیز کن سه چیز به عمل. این سه چیز یکمش توحید یکمش چه توحید یکتا پرستی نام یگونه الله به عبادت کن یگونه الله ترس یگونه الله به امید کن یگونه الله به توکل کن یگونه الله تنها الله تعالی. الان به الله تعالی چه گفت الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. همون هایی که ایمان آوردند توحید یعنی ربوبیه و الوهیه و اسماء صفات به ایمان آوردند و ایمانشون به شرک آمیخته نکردند انا فقط برای همین ها چی امن و هدایت نم یعنی امن بی خطری دنیای قبر و آخرتند هدایت دنیای آخرتند خوشبخترین آدم ها همین ها میشن. یعنی دویم چیز چی عمل صالح یعنی هر عمل میکنی که موافق کتاب سنت باشد. نم الله سبحانه و تعالی چه گفت سوره طه نم من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبه. دیدید هر یک مرد باشد و زن باشد مؤمن شده ایستاده عمل صالح که کرد ما وای به چی وای حیات طیبه خوشبختی و سعادت میتیم وای به. سیمش چی؟ سیمش خوشبخترین آدم همینه که روی چهره رب العالمین به نظر می اندازد. چهره رب العالمین به چه نظر می اندازد رو نگاه میکند. حدیث مسلم عبدالرحمن ابن ابی لیلى عن صحیب ابن سنان النمری صحیب الرومی
نام روز قیامت اند الله تعالی چی میگوید؟ اهل جنت به میگوید که ازیدکم، نعمتی که دادم بزرگ کنم. که اهل جنت میگوید که میگوید که الم تبیض وجوهنا، الم تدخلنا الجنه، الم تنجینا من النار فیکشف الحجاب عن وجهه. الله تعالی میگه که میخواهید که من نعمتم با شما بزاید کنم، نعمتم زاید کنم میخواهید؟ میگن که یا الله با چی نعمت میشه؟ جنت به در اومدیم که روحمو سفید کردی، جنت به در آوری، از جهنم ما آزاد کردی، با چی نعمت؟ همینند الله تعالی از چهرهش از رویش حجاب میکشاید. این خیلی نعمت دیگه. یعنی انا از اینجا خوشبختترین آدم ها منو میشن. فهمید؟ خوشبختترین آدم همینه که روی الله تعالی میگه. طيب دنیا دام دیگه اشته میشه الله تعالی به نمیشه، لیکن بدیل قیامت اند بچهش میبینیم، دنیا دا میبینی الله تعالی بچه بدیل. حدیث جبریل هم تو میندتون، حدیث ابن عمر عن عمر، حدیث جبریل اخبرني عن الاحسان. ما هو الاحسان؟ ان تعبد الله كأنك تراه. دیده؟ یعنی همین خیل عبادت کن که الله تعالی با گویا که تو دیده استاده ای. اذن همه عبادت اند همین خیل عبادت کن که تو الله دیده استاده ای. یعنی حاضر همین روزه که میداره همین روزه همین خیل کن که الله و الله تو دیده استاده است. ها؟ یعنی یک پاشو یک رئیس وقتی که تو میبینه چه خیل پیش بیاد خودت، یعنی چه خیل حس میکنی خودت تو پیش رب العالمین انده ای. نعم فهم که تو پیش رب العالمین انده. همین به عملت صالح و مخلص خالص برای الله تعالی گردان. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.